عزیز جای خوب فرموده، با کنج صندلی بنشسته شبها مادر پیرم، تو شاید جامعه دامادی میدوزی به صد نیت، که روزی توی دیده در قد من بشکنی ارمان، ببینی تا برنگ نو به حسن نوجوانیت. با آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من، با آن دستات بمیرم من، با خاک پات بمیرم من. خدا گفتی و آیت خواندی و تعبیرها جستی، تا دایم هفته یک ماندی به زیر بالین کودک، که شاید طفل بیباک و دلیر و قهرمان گردد، دلی پیغمبران گنجد درون سینه کوچک، درون سینه تاریک نظرناگیری پر از دود به حکم قرض انسانی جهان را بخونجانده. شبانگه میجه تهنا کرده پخت کلچه قیماق، سحر فرزندهایت را به میدانها گسیلانده. باهی تابناکت از کجا عکسی صدا جویی، با آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من، با آن دستات بمیرم من، با خاک پات بمیرم من. واقعا مادران عزیز گرامی ما بزرگ هستند. عزیز جای میگوید که آلوچه لطه‌دار بداچه من، قشلاقی خاکسار بداچه من، در زندگیش مزار بداچه من، یعنی که بزرگوار بداچه من. بیاید به خاطر همین بزرگوارای یک قرص بزنیم، خواهش میکنم.